ورزشگاهی که پر از تماشاگر شده. این مقدار عجیب بود که چرا این بازی رو در ابوظبی برگزار نکردن. یه پاس در عمق، موقعیت در منطقه جریمه و توی دروازه، گل برای تیم ایران. زندی گل میزنه. اولین حرکت جدی ما منجر به گل میشه. فریدون زندی، بازیکنی که تازه برای اولین بار در این مسابقه صاحب توپ شد، گل اول رو برای ما به ثمر میرسونه. امارات 0 ایران 1. یه حرکت عمقی بسیار خوب و با هم صحنه رو ببینیم. یه مقدار مشروط با آفساید بود، خلاصه داور آفساید اعلام نکرد و ضربه زندی که بسیار هم قشنگ زده شد در درون دروازه قرار گرفت. با یه ضربه چیپ توپ از روی دستان دروازه‌بان درون دروازه قرار داد. مسئول شجاعی پاس گل رو داد. نگاه کنید چه پاس خوبی انجام داد و اینا فرار زندی و ضربه قشنگش در درون دروازه آروم میگیره. بسیار خوب بازیکن ما کار کردن روی زمین.